خب مقایسه ای که توی این دوتا آموزش کفکش داشتیم، نکته حائز اهمیتش نوع پروانه ما بود و اینکه غلظت مواد وقتی فرق میکنه نوع پروانه هم تغییر میکنه. توی حالا لجنکش‌ها توضیح هم دادم، گفتم کفکش‌ها و لجنکش‌ها بیس کاری یا سیکل کاریشون دقیقاً عین هم هستش، یه دونه تفاوت فقط دارن. پروانه‌شون دقیقاً مثل همون کفکش استریم است، منتها بزرگتر به صورت مخروطی و بزرگتر هستش و تنها تفاوتش با کفکش‌ها، چون وقتی ما صحبت لجن می‌کنیم میگیم لجنکش، خب لجن خیلی سفت هستش، غلیظ هستش و توی لجن معمولا لجن کجا تشکیل میشه؟ جاهایی که حالا آب ساکن میمونه و حالا شاخ و برگ درختان، تو باغ‌ها، استخرهایی که حالا خیلی طولانی مدت استفاده نمیشن، برگ درختان، شاخ و برگ داخلش میفته و زمانی که ما لجنکش رو داخل میکنیم تا خالی بکنیم، تخلیه بکنیم آب حوضین یا استخر یا هر جای دیگه‌ای که هستش رو، این شاخ و برگا اگر داخل پروانه بیان خب مزاحمت تو کارکرد پمپ ایجاد میکنن. تفاوت بزرگی که این دوتا به اصطلاح محصول دارن، لجنکش و کفکش، این هستش که کفکش ها دو مدلن، نوع خردکندار و نوع بدون خردکن. بدون خردکنش میشه دقیقاً عین همون کفکش استریم، منتها پروانهش بزرگتره و مخروطیه. اما نوع خردکندارش دقیقاً سر ورودی سیال به پروانه دو تا تیغه گذاشتن که این تیغه اگه شاخ و برگی چیزی بخواد ورود بکنه خوردش میکنه که نیاد توی حفره های پروانه گیر بکنه. پس تفاوت بزرگ توی کفکش و لجنکش این هستش که پروانه لجنکش ها حفره های بزرگتر و مخروطی دارن و دو مدلن که خردکندار و بدون خردکن هستن. بدون خردکن ها دقیقاً این همون استریم است. خردکندار ها دو تا چنگک یا دو تا تیغ قسمت ورودی پروانه داره، خیلی هم تیز و برنده است. زمانی که کارکرد داره لجنکش، اگر شی یا جسم خارجی بخواد ورود بکنه کاملا خوردش میکنه تا به پروانه و قطعات مکانیکی پمپ ما آسیبی نرسه. امیدوارم تا اینجای آموزش ها لذت برده باشید و نکات رو توی کار به کار ببندید.